ابی دردایی گفت که رسول خدا گفت که فرمود که اعبد الله کأنک تراه فإن لم یکن تراه فإنه یراک. عبادت خدا کن همچنان که تو خدا را میبینی، اگر تو خدا را نمیدیده باشی پس او تو را میبیند. وعدد نفسک فی الموتی، و بشمار خودت را در حساب مرده ها. هرچی قدر که میلیاردها و تریلیونها نفرهایی که قبل از ما و شما گذشتن آمدن رفتن، ما و شما هم آمدیم از قفای اونها میرویم، خودمان در حساب اونها باید بشماریم. وعدد نفسک فی الموتی و ایاک و دعوت المظلوم فانها تستجاب. دیگر میگه پیامبر خدا شنیدم گفت که پرهیز کنید از دعای مظلوم، از دعای بیچاره و درمانده، از دعای شخصی ظلم دیده شما پرهیز کنید که فانها تستجاب. بدرسیه که همون دعای مظلوم مستجاب می شود، دعای مظلوم قبول می شود. در دیگر حدیث رسول خدا میگه اتقوا دعوت مظلوم و این کان کافرا. از دعای مظلوم بترسین اگرچه کافر هم باشد. اگر همون مظلوم کافر هم باشد از دعاش بترسین. چه جایی که اون مظلوم مسلمان باشد، چه جایی که مسلمان یک مراتب دست بردارد و از صدق دل دعایی کند که خدا دعای او را مستجاب میگرداند. از دعای مظلوم بترسین. پیامبر خدا گفت اگر دعاها به آسمان پرواز کنند و در پرده های آسمان اونها با بالا رفتن نتوانند، به سبب لقمه ناپاک، به سبب غذای ناپاک استفاده کردن، به سبب قلب ناپاک، به سبب دور بودن از تقوا دعاها مستجاب نمی شود. اما دعای مظلوم 7 پرده آسمان سوراخ کرده به نزد الله می رود و مستجاب می شود. از دعای مظلوم مسلمان باید که سخت بترسد. آتشی سوزان نکند با سپند، آنچه کند دود دل مستمند. یک نفری که یک بار آه بکشد و دود دل کند، هیچ یگان یراق دنیا نه راکت و بمب و یگان یراق دنیا او قدری که دعای یک نفر مستجاب شد.